سلام، وقتتون بخیر. من به تازگی واسه ویزا دانشجویی اقدام کردم، رفتم ویزامتریک کارا رو انجام دادم و به بهترین نحو ممکن پیش رفت. و امروز میخوام که با جزئیات 0 تا 100 رو بهتون بگم که چه کارایی میخوای انجام بدید و فقط چند تا نکته ازتون میخوام. این که دیسکریپشن رو حتما نگاه کنید، چون اگه نکته از قلم بیفته حتما توی دیسکریپشن اضافه میکنم. این خیلی مهمه. بعد ترتیب مدارک اونجا واسهتون مینویسم و میخوام از 0 که نوبتگیری چجوری انجام دادم و اینکه مدارک رو چجوری تهیه کردم و خب چه سوالاتی پرسیدن که اینو در انتهای ویدیو میگم. نه اینکه ویدیو رو نگاه کنید دنبال سابسکرایبر و ویو اینا اصلا نیستم، فقط واسه اینکه باید این مطالب رو جمع‌بندی کنم، بعد آخر بهتون میگم که این سوالا چی بود و اینا. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگه کسایی هستید که میخواید تایید و تصدیق مدارک انجام بدید، یه ویدیو دیگه درست کردم که اون خیلی جامع راجع به اون تایید و تصدیق مدارک حتما ببینید. حالا این بالا این پایین توی دیسکریپشن واسهتون میذارم. خب شروع کنیم. اولین کاری که باید انجام بدید نوبت بگیرید. نوبتگیری خیلی راحته، یعنی بنویسید توی گوگل نوبتگیری حالا سفارت آلمان بهتون میده، یا همین توی یوتیوب سرچ کنید. خیلی از دوستان زحمت کشیدن کامل واسه آوردن که چجوری نوبت رو بگیرید. خیلی پروسه ساده‌ایه. 1,300,000 تومان به یه شماره کارت پرداخت میکنید که بهتون میدن. اونو پرداخت کردید، حالا میری واسه ثبت نام، حالا شماره پاسپورت میزنید، اسم و فامیلیتون و خب اون شماره شوایی که باش پرداخت کردید، بعد یه ایمیل واسهتون میاد که میگه حالا ما این شماره شما این شماره خیلی مهمه. یه لینک هم میده پایین بهتون، توی اون لینک نزنید چون لینک دیگه لغو بشه. حالا میدونید دیگه، خودتون بخونید دقیقاً میدونید. و خب پروسه خیلی ساده است و من بعد 2 هفته گفتن که پاشو بیا سفارت. خیلی زود جواب دادن و این خیلی خوب بود. توی این 2 هفته 3 هفته‌ای که شما وقت دارید واسه سفارت، باید این مدارک رو آماده کنید. حالا میخوام بهتون بگم که چی هستن. اولش بهتون بگم مدارک رو حتما 2 نکته در نظر داشته باشید. یکی اصلش رو ببرید، چون اگه اصل نبرید، چون من اونجا بودم و چند نفر دیدم که داشتن گریه میکردن و این خیلی حس بدیه. تصور کن تمام کارات انجام دادی رفتی اونجا و با نقص مدارک روبرو میشی و خب این خیلی بده. و کارمندای ویزامتریک هم حقیقتا نمیتونن کاری واسط انجام بدن، چون کارمندای ویزامتریک واسطه‌ای هستن بین من و سفارت، بین شما و سفارت، و اینا متعهد هستن که مدارک تمام و کمال از شما دریافت کنن و اون مدارک بدن به سفارت. این خیلی مهمه. پس خواهشاً مدارک رو تکمیل ببرید. و مدارک رو میگفتن که 2 سری نیازه، ولی من رفتم ویزامتریک همون یه سری رو میخواستن. ولی خب اگه آدم محتاطی هستید و خب دوست دارید همون 2 سری رو با خودتون ببرید و اصل مدارک هم که یادتون نره. خب اولین موردی که باید با خودتون ببرید عکس هستش. شما باید یه عکس 3.5x4.5 که 85% عکس خودتون باشید و پس زمین سفید باشه رو بگیرید و ببرید واسه شما. رو برید عکاسی رو بهشون بگید، کامل بهتون یعنی میگن که چجوری این کار رو انجام بدن. و خب اونجا من خوشبختانه عکس دادم و قبول کردن. اگرم قبول نمی‌کردن باید 8 یورو میدادید و خب خودشون ازتون عکس میگرفتن. این خیلی مهمه. شنیدم اون اتروب ویزامتریک یا آقایی هم هست که عکس میگیره و خب عکساش هم اون استاندارد ویزامتریک رو داره. اگه تهران هستید میتونید حالا برید اونجا عکسو بگیرید. گزینه دوم فرم ویدکس هستش. فرم ویدکس قبلا هم دستی بود و همین که میتونستید، یعنی هم دستی است هم آنلاین. دستی رو بهش میگن قدیمی و آنلاین هم که این جای دستی اومده. دستی رو نمیخوان. من دستی رو برده بودم که خانم اونجا گفت نه ما دستی نمیخوایم، همون آنلاین اوکیه. و خب من آنلاین رو بهشون، فرم آنلاین که 7 صفحه بود رو بهشون دادم. خیلی ساده است. همین توی یوتیوب سرچ کنید پر کردن فرم ویدکس اینا رو بهتون میاد، چون خودم این کارو کردم. واقعا اصلا کار پیچیده‌ای نیست. دوستانی هستن که این کارو انجام دادن و خب میتونن راهنماییتون کنن تو این زمینه. فرم پر کنید و چند تا بارکد داره و اونا رو ببرید واسهشون. و همین 2 سری پرینت بگیرید به نظر من، یه سری حالا باشه اونجا. بعد راجع به این فرم ویدکس میخوام آخر ویدیو واسه یه توضیح بدم که 10 یورو الکی واسه این ویدکس از من پول گرفتن. از من نه، از همه. حالا بهتون میگم چرا. پاسپورت شماره 3 هستش که شما صفحه دوم پاسپورت یه قسمت نوشته که امضای دارنده پاسپورت، اونجا رو امضا کنید. وقتی که امضا کردید کپی بگیرید و کپی رو ببرید سفارت. بحث بعدی اظهارنامه یا همون انگیزه نامه است که خب یکی از مهمتریناست. اظهارنامه رو پر کنید. ساده است ولی خب باید خیلی با دقت پرش کنید. حتما اون رو ببرید اونجا. و نکته‌ای که اینجا هست اینه که پایان اظهارنامه، پایان ویدکس، پایان حالا رزومتون اینا یه امضایی است که شما باید اون امضا رو انجام بدید. بهتره که اون امضاها مثلا می‌نویسید تهران، ایران، تاریخ اینجا، مثلا اسمتون امضا میزنید. بهتره اون امضاها رو اونجا انجام بدید، یعنی توی ویزامتریک این کار انجام بدید. چون خیلی بهتره دیگه اون خانم اونجا هست و بهتون کاملا راهنمایی میکنه که
کجا رو امضا بزنید، کجا چی رو بنویسید و این خب خیلی بهتره تا اینکه خودتون امضا بزنید بعد برید اونجا بگید نه این قبول نیست، حالا بیا کپی بگیر. خیلی خیلی داستان داره. امضا رو بذارید اونجا. بحث بعدی یعنی شماره 5 شماره میشه پذیرشتون از دانشگاه. من مثلا از دانشگاه پوتسدام و پادربورن پذیرش گرفته بودم و خب من پذیرش پوتسدام آوردم واسهشون، مثلا 6 تا فایل واسم فرستاده بود دانشگاه پوتسدام، هر 6 تا رو پرینت گرفتم و بردم و خب هر چی واسه دانشگاه فرستاده رو با خودتون ببرید اونجا خواهشاً و این خیلی بحث مهمه. بعدی آخرین مدرک زبان، کپی آخرین مدرک زبانتون، حالا توفل، آیلتس، هر آزمونی که مورد قبول اوناست. مثلا من خودم چون رشتم زبان ادبیات انگلیسی بود واسه لیسانس نیاز نبود که حالا اون مدرک رو ارائه بدم و خب با دانشگاه مکاتبه کردم، گفتم خب این وضعیت منه و فلان و بهمان بیسار و خب اونا راضی شدن که اوکی شما یه مدرک حالا سیوان از دانشگاه بیار. خلاص خیلی داستان داشت و اینا واسهشون آوردم و خب من اون مدارک رو بردم، حالا اصل اون مدرک و ترجمه اون مدرک و اینکه یه نامه‌ای که خود دانشگاه پوتسدام سطح زبانی من رو تایید کرده بود، اینا رو واسهشون بردم و خب این از این. بحث بعدیمون میشه تمکن مالی. تمکن مالی خیلی ساده است. من بانک ملی رفتم، فکر کنم از همشون ساده تره. میرید بانک ملی پول رو میذارید، حالا 11208 رو شما بیشتر بذارید، مثلا اگه به تومن میشه 700 میلیون تومان شما 750 بذارید، بیشتر بذارید، هرچی بیشتر بهتر. بذارید اونجا موجودی حساب هم میخوان. فقط دو نکته بهتون بگم، اینکه یک موجودی حساب باشه و اینکه 2-3 روز قبل سفارت این کار رو انجام بدید. یعنی مثلا اگه دوشنبه سفارت داری، شنبه این کار رو انجام بدید، سه شنبه است یه شنبه یا شنبه این کار رو انجام بدید که آره اینجوری خیلی بهتره. این از تمکن مالی. بحث بعدی که شماره 8 هستش مدارک تحصیلیتون هستش. مدارک تحصیل شامل چی میشه؟ پک ترجمه هاتون، یعنی ترجمه پیش دانشگاهی و دیپلم، ترجمه لیسانستون، ترجمه گواهی قبولی در کنکورتون و مثلا من مدرک زبانم هم ترجمه شده بود به همون دلایلی که بهتون گفتم. من شد 4 تا پک واسهشون بردم و اصل مدارک این خیلی مهمه. یعنی اون جایی بود که اصلا خانم داشت گریه میکرد، اصل مدارک رو نبرده بود و فاجعه است. این خواهشاً اصلا هر چی مدرک دارید با خودتون ببرید، یعنی اصل مدارک بذارید توی پوشه جداگونه باشه. اگه اون آقا یا اون خانم بهتون گفت اصل مدرک رو بهم بده، شما سریع بهتون بهش بدید. اینو حتما مثلا حتی ریزنمرات هم با خودتون ببرید. شاید یه پوشه است دیگه، حالا این روز مهم و یعنی همینجور ساده نگیرید. خب بعد این مدرک تحصیلی که شماره 8 و شماره 9 میشه رزومه. رزومتون باید به زبان آلمانی باشه که خودتون میدونید و اینکه فقط پایین سمت چپش باید امضا بکنید، پایین سمت چپ. شماره 10 میشه گواهی کار. گواهی کارتون حالا اگه شما گپ تحصیلی دارید باید گواهی کار ببرید، اگه ندارید که خب نبرید. مثلا من خودم از لیسانسم تا اینجایی که اقدام کردم 2 سال فاصله بود و من این 2 سال حالا با یه گواهی کار حالا تدریسی یا آموزشگاهی پر کردم. و یه چیزم بهتون بگم، اون گواهیتون اگه به زبان انگلیسی باشه نیازی به ترجمه نداره، یعنی میتونید همین زبان انگلیسی رو ببرید سفارت و اون رو قبول میکنن. ولی اگه به زبان فارسی نوشته شده باید ببرید که ترجمه واسهتون ترجمه کنم و ترجمه رو ببرید اونجا با اصل مدرکش. و خب چه کاری اصلا اونم انگلیسی بنویسید، خیلی راحت دیگه، بدید حالا چت جی پی تی یا خودتون بنویسید، چرا چت جی پی تی میتونه واسهتون انجام بده. یه چیزا بهتون بگم، توی این مواردی که گفتم هر جا مشکل داشتید چت جی پی تی خیلی میتونه کمک کنه، خیلی میتونه کمک کنه. از یه ایمیل ساده که واسه دانشگاه میفرستید، از هر کاری که میکنید چت جی پی تی میتونه کمکتون کنه. این فرصت رو یعنی این موهبتی که بهمون داده شده رو دست کم نگیرید واقعا. خب بعد این گواهی کار میشه بیمه مسافرتیتون که بیمه مسافرتی رو من از سایت ازکی گرفتم که خب خیلی ساده است. حالا توی دیسکریپشن واسهتون می‌نویسم که حالا بیمه مسافرتی چه ریکوایرمنت های میخواد، اونجا بهتون میگم که چجوری بگیرید. و این که خوابگاه شماره 12 که خوابگاه اینطوریه که اون سفارت میخواد که شما بدونید که شما میرید آلمان آیا جایی رو دارید که اونجا سکونت کنید، میرید اونجا یا نه. شاید خوابگاه بهتون اقامت خوابگاه بهتون ندن اون ترم اول، ولی شما همین که با خوابگاه مکاتبه کنید، فرم پر کنید و خوابگاه تاییدیه رو بهتون بده که شما فرم پر کردید و تو لیست انتظار هستید، همون رو ببرید سفارت کفایت میکنه. خب این از 12 تا موردی که بهتون گفتم. حتما به ترتیب بچینید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. به ترتیب بچینید همه اینا رو که بهتون گفتم بذارید توی فایل، اصلش رو بذارید توی فایل دیگه و خب یه سری کپی دیگه اگه دوست داشتید ببرید که میگم نیازی نیست. خب برگردیم سر این که من چقدر پول دادم. بعد اینکه رفتیم یه چیز بهت بگم، وقتی میرید سفارت 1 ساعت زودتر برید. یعنی من 2.5 وقت داشتم، من 1.5 رفتم اونجا، سکیوریتی اونجا گفت ساعت چند وقت داری، گفتم من 2.5، ولی خب گذاشت برم تو.
رفتم تو خیلی شروع بود. یعنی من از زمانی که رفتم تو به اطلاعات پاسپورت هم یه فیش بهم داد که حالا نوبتگی بود، من دقیقاً 2.5 ساعت توی صف بودم تا نوبتم رسید. خیلی شلوغه، بس هر زودتر برید خیلی بهتره. این از این. بعد اینکه کارا رو انجام دادید و اینا، قبلی که بریم سراغ فیش، بریم سوالات. اون خانم مدارک از تحویلی گرفت، چند تا سوال ازتون میپرسه. اولا بهت بگم این سوالا کاملا فرمالیته است، یعنی اصلا نگران نباشید. و مثلا اگه شما پذیرش با زبان دانشگاهتون با زبان انگلیسی ازتون انگلیسی سوال میپرسن، اگه آلمانیه با آلمانی ازتون سوال میپرسن. پس اصلا اینو در نظر داشته باشید. و سوال کاملا فرمالیته است، چون قبلا سفارت بود میپرسید یه چیزی، ولی خب الان نه، ویزامتریک فقط واسطه است و این که میگه آره الان پرسیده باشم. چون کل سوالات که از من پرسید یه دقیقه طول نکشید. یعنی سوالات اینا هستن که مثلا چرا آلمان، چرا این شهر، چرا این دانشگاه، چرا این رشته، بعد تحصیل میخوای بمونی، میخوای چیکار کنی، میخوای برگردی، میدونی از اینا میپرسن. آیا آشنایی داری آلمان، یا مثلا میگم خودتو معرفی کن. اصلا اینا سوالای رایجی که میپرسن ازتون. اول یه چیز بهتون بگم، بعد یک تا دو جمله جواب بدید کفایت میکنه. و اینکه اگه ازتون پرسن که بعد تحصیلتون چیکار میکنید، برمیگردی یا میمونید، بهشون بگید که اوکی، اینجوری بهشون بگید که من میخوام پی اچ دی بخونم و هر جا بهم پوزیشن بهتری بده من میرم اونجا. اصلا پایانشو باز بذار، نگی ایران، آلمان. بگی من توی این فیلد که خودم درس خوندم میخوام درسمو ادامه بدم. و بازم تاکید میکنم که این سوالات اصلا هیچ جا ضبط نمیشه، هیچ جا ریکورد نمیشه، اصلا فقط فرمالیته است. فقط گفتم که استرس نداشته باشید بابت این. و بعد اینکه بریم سراغ این فیش که شما برید پول پرداخت کنید صندوق. یه دونه 29 یورو باید پرداخت، یه 30 یورو، 29 یورو 40 سنت، 29 یورو پرداخت میکنید. یه دونه 75 یورویی. بعد میگه اگه مثلا میگه میتونیم اینو واسهتون پست کنیم بفرستیم که 9 یورو میگیرن. خب من گفتم اوکی بفرستید. 1 یورو هم میگن اختیاری واسه حالا چیز میخوای واسه، البته 9 یورو هم اختیاری، هم میتونید برید سفارت ویزامتریک همونجا بگیرید. من گفتم بفرستید. 1 یورو هم میگیرن بابت اس ام اس که بهتون اس ام اس میدن که اوکی حالا پاسپورتتون رسید، بیا حالا یه ویزا شد یا نشد. ولی چیزی که جالب بود اینجا از من 10 یورو گرفتن که نوشتن اپلیکیشن فرم. از اون خانم پرسیدم گفتم این 10 یورو بابت چیه؟ گفت که سفارت این فرم بیدکسی که ما پر میکنیم و اینا خودشون یه فرم دیگه ای دارن که اون فرمو هنوز توی سایتشون آپلود نکردن و شما باید 10 یورو پول بدید. این فرمی که شما بهمون میدید بدیم اونا خودشون پر کنن. خب چه کاریه؟ بدیم خودمون پر میکنیم، چرا 10 یورو پول بدیم به اینا؟ گفت بله من شکایت شما رو بهشون میرسونم فلان بهمان که فکر نکنم چی کاری بکنم، ولی خب دیگه میگم باید بدید دیگه، چیکار میکنم؟ میگه نمیدم. و خب آره 10 یورو از ما گرفتم و بعد این فصل کلا من شد 125 یورو. ولی خب شما 200 یورو همراهتون باشه. چرا؟ چون اگه اون عکسی که بهتون گفتم و چی بهش میگن، اون عکس رو اگه مورد قبولشون نباشه خودشون باید عکس بگیرن، پس 8 یورو بابت اون میگیرن. اگه فرم بیدکس رو تا 3 مورد رایگان واسه تصحیح میکنن، اگه بیشتر از 3 تا باشه خب باید ازتون پول میگیرن. پس بهتره همون 200 یورو داشته باشید همراهتون که خیالتون هم راحت باشه. و این بود کلش. یه فرم از فرم عودت وجه، همون 1,300,000 که دادید بهتون پس میدن. و من یه فرم پر کردم، این فرمی که حالا اینجاست من پرش کردم، این فرم بردم پیششون، گفتن که نه این فرمو نمیخوام. یه آدرس ایمیل بهم دادن، گفتن که به این آدرس ایمیل یه مسیج بدید، خودشون بهتون میگن که چیکار کنین. من اتفاقا امروز واسه اومد گفت این فرم بهم دادن، توی سایتشون بود، گفتن که این فرم پر کنید، کارت ملی و اون فیشی که پرداخت کردید رو دور نندازید، فیش خیلی مهمه، با اون فیشو واسه اون بفرستید که حالا من فرستادم احتمالاً عودت میدم، چون واسه بحث تایید و تصدیق مدارک من همین بس بود و خب پولو پس دادم. این بود کل اون روز. این سمت داشت یادم میره. بعد اینکه پولو پرداخت کردید منتظر میشینید، صداتون میکنم واسه انگشت نگاری انجام میدید و از 10 تا انگشتتون انگشت نگاری میکنن و بعد دیگه میگن خداحافظ برو مثلا ان شاءالله ویزای همه بیاد. این بود کل روز سفارت و ویزامتریک. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. در هر چیزی که اون روز اتفاق افتاد سعی کردم بهتون بگم، یعنی اگه از خاطرم نرفته باشه، اگر هر چیزی هم از خاطرم رفته باشه توی دیسکریپشن واسهتون می‌نویسم. و این که همین اون روزم استرس نداشته باشید دیگه، شما تمام تلاشتون رو کردید، اون روز خیلی ریلکس برید اونجا و امیدوارم که به بهترین شکل واسهتون پیش بره. و یه نکته دیگه، کت شلوار نپوشید. نمیدونم کی به من گفته بود کت شلوار بپوش، من رفتم اونجا تنها کسی که اونجا کت شلوار تنش بود من بودم. ببین جمعیت خیلی زیاد بود، من اونجا تابلو بودم قشنگ. و همه میگفتن بفرمایید بشینید. خیلی داستان باحالی بود. ولی خب راحت برید، حالا یه تیشرت تنتون نکنید، حالا یه پیراهن یا حالا یه شلوار جین هر چی دوست دارید بپوش، برید اونجا، هیچ
مثلا به لباستون گیر نمیده. و خب این بود از روز سفارت یا ویزومتریک. امیدوارم که واسه مفید بوده باشه. اسم من هجیره و اینکه همین، مرسی که نگاه کردید.